سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. حدود 28 سال هست که سنتور میزنم و حدود 15 سال هست که این ساز رو تدریس میکنم. یکی از مهمترین مهارت‌هایی که نوازنده در طول فرآیند آموزشی باید یاد بگیره کوک کردن سازه. چرا که شما هر چقدر هم که نوازنده توانایی باشید باید بتونید سازتون رو به خوبی کوک بکنید تا اون صدای دلپذیر و مطلوبی که میخواید رو بتونید از سازتون در بیارید. به همین جهت من یک پکیج کامل آموزش کوک سنتور آماده کردم. این پکیج شامل آموزش فواصل نوت‌ها و علامت‌های تغییر دهنده، سیستم‌های نامگذاری نوت‌ها، گام‌های ماژور و مینور، روش کار کردن با دستگاه تیونر، آموزش عملی کوک کردن سنتور، آموزش تعویض سیم ساز و آموزش کوک دستگاه‌های مختلف و معرفی کوک‌های کاربردی هست که نوازنده‌های مختلف در هر سطحی با دیدن این ویدیوها به راحتی میتونن سازشون رو کوک بکنن.